تحلیلگران امور سیاسی در تاجیکستان گفتند مسکو توسط دیپلمات رقم اولش به دوشنبه پیام می‌دهد که جریان پیوستن به اتحاد اقتصادی اوراسیا را بتیزاند. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت عین زمان امکان وارد شدن تاجیکستان به اتحاد اقتصادی اوراسیا در بررسی است. لاوروف به این نکته روز 20 نوامبر در یک سخنرانی در دانشگاه ادای شهر باکو پایتخت آذربایجان اشاره کرده است. وزیر امور خارجه روسیه گفته است عین زمان در اتحاد اقتصادی اوراسیا پیوستن تاجیکستان در بررسی است. در ادامه لاوروف ذکر کرده است که روسیه از پیوست شدن آذربایجان نیز به این اتحاد استقبال میکند، چون اتحاد اقتصادی اوراسیا یک سازمان باز است و همیشه جانبدار پیوست شدن کشورهای نو می باشد. روسیه از سال 2014 زمان تأسیس اتحاد اقتصادی اوراسیا تاجیکستان را برای پیوستن به آن تشویق می کند. این اتحاد که نخست 3 کشور روسیه، بلاروس و قزاقستان را در بر می گرفت، سال 2015 با پیوستن ارمنستان و قرقیزستان قلمروش را وسیع تر کرد. تاجیکستان تا به حال با تشویق‌های روسیه برای پیوستن به اتحاد اقتصادی اوراسیا با عباره‌های کوتاهی می‌آموزیم و سود و زیانش را به کشور می‌سنجیم پاسخ داده است. برای آموزش سود و زیان کشور از وارد شدن به این سازمان، وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان مشغول است. در ریاست مناسبت‌های اقتصادی خارجی وزارت رشد اقتصاد و سودا روز 22 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفتند با اظهارات لاوروف آشنا شدن و عین زمان وزارت مشخص مشغول آموزش تجربه قرقیزستان و ارمنستان در قلمرو اتحاد گمرکی است. ظفر عبداللهیف تحلیلگر تاجیک میگوید در حالی که تاجیکستان بار هم برای وارد شدن به این سازمان اظهار هوسمندی نکرده است، لاوروف با این اظهاراتش تلاش دارد خواستش را به مثل واقعیت جلوه بدهد. او گفت مسکو توسط لاوروف به دوشنبه پیام می‌دهد که می‌خواهد جریان وارد شدن تاجیکستان به اتحاد اقتصادی اوراسیا را بتیزاند، چون که مسکو با پیوست کردن اقتصادهای ضعیف به مثل تاجیکستان می‌خواهد آن را زیر نظارت خود درآورد. وقتی اقتصاد زیر نظارت درآمد، مسکو فشنگ اداره وضعیت را در این قلمرو زیر نظارت می‌گیرد. در آیین‌نامه اتحاد اقتصادی اوراسیا هدف این سازمان تأمین گردش آزاد مال و خدمات رسانی، سرمایه یا مبلغ و نیروی کاری در حدود کشورهای عضو اتحاد و سیاست یگانه و هماهنگ شده در بخش اقتصاد عنوان شده است. در صورت پیوستن تاجیکستان به این اتحاد، حدود 1 میلیون مهاجر کاری تاجیک در روسیه حق فعالیت را در برابر شهروندان این کشور به دست می‌آورند. این است که قشر مهاجران تاجیک بیش از دیگران به گفته تحلیلگران خواهشمند پیوستن تاجیکستان به این سازمان هستند، اما در آن صورت بودجه کشور حدوداً از 30% درآمدهایش که از حساب پرداخت گمرکی به دست می آید محروم خواهد شد.